دومین عنصر از اس ماکرو الیمنت ها به اسم گوگرد هست. گوگرد نقش بسزایی در رشد رویشی گیاه همراه نیتروژن داره و کمک بسیاری به سبزینه بودن یا سبز بودن گیاه میکنه. گوگرد به عنوان یک عنصری که میتونه مقاومت گیاه را نسبت به بیماری ها بالا ببره هم ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. وجود کودها که بنیان آنها از سولفات ها هست این گوگرد را تأمین میکنه. به طور مثال ما در فرمول غذایی 120 پی پی ام گوگرد نیاز داریم، ولی تنها عنصری هست که تا 420 پی پی ام بازم گیاه تحمل میکنه و بدون اینکه اثر سویی داشته باشه خود رو نشون میده. مصرف بیش از اندازه گوگرد چه در گلخانه‌های خاکی و چه غیر خاکی باعث شوری خاک میشه و جلوگیری از جذب عنصر مولیبدین میکنه. پس باید توجه بشه به میزان مصرف گوگرد در برنامه غذایی گیاه. از توجهتون سپاسگزارم.